دروغ گفتن سمه برای ما. اگه بدونه کسی که چه سم مهلکی رو داره میخوره اصلا محال جرأت نمیکنه دروغ بگه. چون دروغ که آدم میگه بلا فاصله اصلا مکانیزم ذهنش به هم میخوره، قیافش به هم میخوره. مگه خوشگلیتون نمیخواین دوست ندارین شما؟ به محض که آدم دروغ بگه و قیافش عوض میشه، اصلا یه چیزایی تو صورت آدم پیدا میشه. به محض که طمع میکنه یه چیزایی تازه تو صورت آدم پیدا میشه، صفای چهره میره، هزار مشکل پیدا میشه. بعد همینطور ادامه پیدا میکنه. کینه مثلا آدم از یه نفر که بدش میاد فوراً باید سعی کنه این بدی رو از طرف برطرف کنه، وگرنه همینطور موج میفرسته تو صورت آدم و چهره انسان رو مکروه میکنه، چون کراهت داره اون نفرت در دل آدم. هیچ وقت به کسی نگین من از فلانی بدم میاد. چرا اصلا دل آدم جایگاه کینه باشه؟